بسیار خوش آمدید. خدا رو شکر که امروز گولی خیر تیر شدین. اون وقتا را طلاق دادین و اگر نه شما را سرگین بیلاو جور میکرد. خریدار صاحب شما کلان از ما این دیگه. هر تصمیم که بگیرین در خیر از ما میگیرین. هرچی که آبیم بگه دیگه آبیم راضی با شما طوره نه. خوردی؟ دختر خریدار رو بلدت میگم. برو بیگر نه؟ و بیراری آبای ما چیز خبر داشتم که کلون اغیلا سرجمگر اغیلا امزو مادمی درگه پیرانزی پشت ماماتون. خانه من خود بیروگ دی. تو 100 دفعه گفتم که توری امز خریدار رو گوش نکن ما آدم میا. یه دقسش نشو بیراری آبای خود چی ما بی خود اون صبر نثار میگرم بخشه تو. مگه بوزک نمیر که جو لغمان میرسه. تو خبر داره دو شاپش صبر نثار اونو دیگه بلده بچه لیوار لوټک ده. دید ما همون تا جاشمون مخ کنیم که تایی سر کس ما خید نکده باشه. قصاب نشه. چه چیز کنم؟ او قریادار مثل چیز کارم ده؟ موستو باید افتخار کنیم قریادار خانی از مون میه. اره این قصالا نمیمد. این 2 دفعه که قریادار خانی از موستو میه. او ببخت تو ده چیز مو فهمید. ده یاغیل 100 خانه. قریادار فهمیده که ما یکاده مهمه. خواه یان که قبول کده. اختیار آقای خود تو داره. مقصد از قریادار زمین خوب قدر بگر پیسه میسه خوب قدر بگر. ما خبر دارم که قریادار منه نمیدیه. او ببخت تیسر اول چیه؟ امیال قریادار یک شوا و 2 پکش زمین داده. تو بفهم که سوای روز داماد مشونه ما کل زندگی و داراییش رو نمیگیریم. ما بچه زمینای تکمه سباب یا که ما تو یک 2 تیر زمین بیدیم یا شوا زمین که پرده شونه. برو. تو بدبخت تو صاحب اولاد شیدن نمیتنی. تو رسول نک که دیگه هیچ کس تا کارش نیه. گوش رفیق یک را بیشتر نه. یا زمیناش میگی یا بختاور رو. دیدی خط میدش دیدی؟ بختاور؟ بختاور تو از جان بیشتر خوش دارم خود خبری کی؟ آها تو بچه پدرناله دار قد ناموس مردم در اینجا آوده ملی دیگه ام خانه و زندگی امزو بچه را آتیش نزنی بیخی در بین آقیل همی چیز کاره او دختر تو رو چیز کرده؟ از قصه با تایی سر و پیشکو که داره ای؟ قبول ندارم ولله قبول ندارم. تو واقعا نخواهی کار خنی؟ او چشم لالای ما مجبور هستم. تو چیز مجبوری ولله؟ مرا درک کو دختر. ما مجبور هستم. ما به خاطر خوشبختی از خودتون میگم. تو چیز مجبوری ولله که مرد که پیر میدی؟ این حق از من نیه. آتم فات که تو باید بله سر از من پدری کنی. او چشم لالای اونم قریادار نام داره، نشان داره، جای داره، جایداد داره. تو بیشتر از این چیز میخوای. برار شرم کو. تو گوش نمیده که از گل از من سرشونی. شرم تو کنه دختر چیز میگی تو. تو رو رسول طلاق داد آبروی مرا در بین عاقل بردی. بینی مرا بریدی. ما چیز آبروی استور بردیم. زندگی از ما و رسول تو خود روز بابای خراب کردی. اگر نه چیز؟ اگر نه ما جات بدبخت نموشتم. او بدبخت تو صاحب اولاد شیدن نمیتنی. تو رو رسول نک که دیگه هیچ کس تا کارش نیه. تو اگر مار بکشم ما عمر قبول ندارم. تو بعد می قبول نمونی. ما تو را آدم جرمونم. رسول که خاطو بود ولی ما مردی کیم. ما اگر بمر عمر قبول ندارم. او دختر ولی و اما و اگر نداره ما در قریدار قول دادیم. سر ما بوره قول ما نموره. روز جمعه هم شیرینی خوری هسته. اگر ما تو زنده تو بودم. باید صدقه نام خریدار شنی. او خراب میشه. چیزی که ما بودیم در این میزی خانه اونمو چیز میشه. خب برو یک لحظه برو. چی شور کدام نه. چیز که وقت چیز چی شور نلاله تو. نکو وقت جان. نکو.
چی میگه که خوی نکنه؟ چیز که ده؟ سلام علیکم رسول الله. سلام علیکم. سلام علیکم. جوری بخیر. آره رسول تو چیز میخوام برات ببین شیشته. تو هم ناخشته رفیقه؟ چیز کار کنم؟ زانوی غم بغل نکن، رول گرفته برو بحث کنم. خانه‌ام خراب شده، خاتونم سرم طلاق شده. بچهش میفهم سخته. این کارا بیخیز به کسی میاد، به کسی. راستی یک گپ شنیدم. چیز گپ؟ گوش رفیق، تو رفتی قنجقه‌ت موگیم مقصد احساساتی نشد. چیز گپ شده؟ اونو بختاور. چی؟ بیش دیگه گفتم که احساساتی نشد. ما شنیدم که اونو خریدار رفته در خواستگاری بختاور. اونو لالهش هم قبول کرد. خب بچه تو مفهمی چیز میگی؟ مفهمی چیز میگم، مخشی خود من بسیار جالب. بچه او دو سمید نمیه، او خریدار 70 ساله 80 ساله آدم، بختاور تازه 30 ساله آدم بینش نه. ما باید بریم خانه از خدارام لالهش فهمیدی؟ بچه بیشی تو دیونه ما تو گفتیم که ولف احساساتی نشو. تو بگی ما چیز کار کنیم ما مرد که؟ بچه او بختاور یک زمان خاتون است تو بود. یا حالی خدا و راستی اگر تو پایخ نزدیک خانه خدارام بلی نه و قرآن اگر رودای تیت نکنه. تو این دفعه دیگه قنجره خریدار طرف قد خدارام طرف نی. تو بگی چیز کار کنیم بچه چیز کار کنیم؟ گوش رفیق یک را بیشتر نه. یا زمنایخ میگیری یا بختاور رو میگیری. اگر بختاور رو ببری و دیگه اگر تو او رو فراگنجی بدی مطمئن باش که خریدار محض زمنایت خوندی میشه. دیگه دیست از زمین باید گوشی. چیز کار کنیم؟ روز جمعه تویشه باید پیرزی تویشه نه باید بلد بگی. تو فرض ما می کار کردم بختاور رو فراری بدادم. تو قد از ما کمک منی تو رفیق ما. بچهش رسول خود خبر داره که اگر از لیستیم پورا باشد خنجرت کمکم مونه. مگم چیز کار کنم که آتیز مدسته دیگون از بیاد. اگر قد از تو کمک کنم دیگه بسته خانواده بس بین مازی باز خست شرمنده. بیا اینجی. بچه سیفو بیا اینجی بیا. بیا بیسی بیا بیسی یک گپ بگم توریم رو گوش منی؟ نه خیره گوش کن باز تو شیرینی میده بس دیگه یک دانه منده نه خلاص یک گپ بگی مال گوش منی؟ برو بیخ بختاور خواه ماشاءالله بیخ بختاور برو خواه بختاور برو دینی خط رو درشی بیدی بختاور بیدی خواه بگی که اینج باید ما منتظر شیم بگی رسول منتظر تیه خواه بیا بگی ما در تخار درم بس دیگه خلاص شد دیگه برو دیگه نمند دیگه دفعه کمات بسم تو برو دیگه سلام
بختاور یزید رسول دیونش تک مار کنی اگر میشه ما کسوش کنه چیز اره ما دیونش تو دیونه توی کنو خریدار رشوی منی رسول در تو چیز فرق نه که ما خریدار شدیم یک دیگره تو مار الک دی ما خیلی فرق مونه تو هر کسی دیگه بگیره ما دقیقا میشنیم ولی نمیلیم کن خریدار تو بگیره رسول جان یا خریدار یا قسمت از متعین میجربتش از با تو را مار را مارم دیگه اینجا کوی نکه گلالی مشکنه علمی جمار زنده گورنه بختاور ده شیر یابیم قسم که نمیلم تو خریدار بگیره رسول دیونگی نکن خود قد خریدار نزد نه زندگی درازیم بتر مونه خب تبریک باشه هم طرفدار خریدار شدی ها از خریدار طرفداری نی رسول زندگی از ما را آبی سو خراب کرد تبریک چیز تبریک میالی بختاور تو از جان بیشتر خوش دارم خود خبری کی بگم رسول جان اگر ما را خوش داری برو پیش زندگی کن دنبال از ما نیل کرد چه وقت توی تیه روز جمعه یا بوری تو دیونشتی کجا بری؟ بوری یک جای دور ماست خیر و شهر تمام امزی هرچی که دروم تیرم شد انسان خیلی خوبه انسان ما واسطه آها تو بچه پدرناله دار قد ناموس مردم در اینجا آوده ملی قریدارم نامردک ناموس کنجقه مردم میگیرده جفشور نکن خیر بوشات نکن و قدر خاتون ما یک دو طوره خاتون خاتون تو بود اور خاتون قریداره تو قد از این چیز کار نه ها؟ به ناموس توز خود ناموس ندک ناموس مردم رنج میری به غیرت حتما اگه فساد است که اینج میری ناموس مردم را از برای خدا تو تا زمان کشوی زوب ده تو خواهی مال را بلده شوی درگی نگده حال تو میخوای سر از او خوش شوی کنی صبر ما قریدار بگم جان سر جار مرد او بچه رسول قدر بوشات نکن بچه به غیرت او بچه رسول نکنی میره بوشات نکن سلام علیکم قریدار صاحب علیکم سلام مندن باش خیرت جان تجار اجازه همینج پالوید بشین بیش قریدار صاحب خوبه؟ شکر تو خوبی؟ شکر ما خوبیم خیرت است بچه خیرتی ده کجای قریدار صاحب خدای توبه کاش ما دو چیم گنابار ما روش نم کدون چیز روش کدی؟ همو رسول لوچک و نمور ما قد بختاورش کدوم اردویش ده بین جای انگور منج کرکرک داشت منج بود دل ما شد که مورد تای خون کنم باز گفتم باش یک دفعه همه قضیه ما قد قریدار بگم قریدار چیز دستور میده این حال تو چیز میگی قد از ما ده بین یک خانه ده بین یک قاقیل ده بین یک قریه زندگیم نکلان از مخ توی بخی دل ما پاره میشه این میاده بچه تو قد چیم سرخوش کردی که این رسول قنجقه بختاور بود؟ آره قریدار صاحب ما وش کدوم ما هم تو طرف میماد من میار درشتم کرکرک داشت این حال ما هم دم قد از تو گفتم تو چیز مگی ام خانه و زندگیم زو بچه را آتیش نزنی بخی ده بین آقیل همی چیز کاره کیم نه بچه یک چیز تو رو میگیم خیره ما مفهمون کار مفهمه خوش شطور دیدی ندیدی دیگه تو بالش برو ما مفهمون قد ازو چه رقم رفتار کنم قریدار صاحب از ما گفته بود دیگه خدا حافظ دیگه خدا حافظ دیگه خودتون فهمید دیگه آوازه دروازه نکته جان خب